nervous but ready. nervous یعنی مضطرب ولی حاضر. قبل شروع مصاحبه دیگه هر کسی باشی، امینم هم گفت من الان 200 ساله رو استیجم، باز میخوام برم، اون استیج فرایت رو دارم و میترسم از رفتنش، چون بالاخره کار ترسناکیه. برای شغلی رفته بودم مصاحبه کنم، طرف شروع کرد و صحبت و فلان و اینا، اولش فارسی، سالها پیش بود. گفت شما مثلا زبون دیگه‌ای بلدی؟ گفتم آره انگلیسی. من همین جوری گفتم، یعنی در حدی که آره بلدم و فلان. یهو شروع کرد حرف زدن. ببین من 5 ثانیه فرصت داشتم خودم رو هم بکشم و باورت میشه از اونجا که اومدم بیرون من یادم نیست کدوم جملهشو خودم گفتم. یعنی قشنگ یهو رفتم رو اتوپایلوت، شروع کردم گفتن. تو فشار که قرار میگیری یه چیزی هست بهش میگم performance under pressure، یعنی اجرا کردن تحت فشار. بعضیا تو این قضیه خوبن، مثل فوتبالینا رو که میبینی یه استادیوم بزرگه فلان، بعضی بازیکن‌ها میترسن نمیتونن، بعضی هم میتونن اونجا thrive میکنن، اونجا میتازن. آره اون گفت اینجوری شروع کردیم صحبت و من یادم نیست دقیقا ولی خوب حرف زدم، شاید مثلا 30-40% خوب حرف زدم. پشت سر هم کلمه ها رو میچیدم، بیشتر اون حرف میزد و سوالایی که میکرد من مثلا دیدی الان نمیتونی بگی yes I have been، حالا تازه من اینجوری هم نبودم، مثلا میگفتم I've been doing this for نمیدونم a couple of years هر چیزی، ولی بازم از خودم راضی نبودم چون یهو قرار گرفتم تو موقعیتش. و خب اون موقع انگلیسی رو من همین جوری فقط یه فیلمی میدیدم یا نمیدونم کلاسی میرفتم، در حدی که این کار رو بکنم نبود. سالها پیش بود و همین جوری تو مسیر انگار تو الان مثلا هر هنری، نقاشی، باشگاه، هر چیزی و حدودی بلدی، یهو یکی بیاد بگه شروع کن، اونجا سخت میشه واسه. پس این nervous but ready این چیزیه که چون تمرین کردی because you've been practicing it for a long time you are nervous but ready. چون خیلی تمرینش کردی مضطربی ولی آماده. Let's see how Mark nails it. nail یعنی میخ. nails it